سلام، مهدی آقازاده هستم. به کانال من خوش اومدید. ممنون میشم اگه محتوای ویدیوی من رو دوست داشتید صفحه من رو سابسکرایب کنید و ویدیوی من رو لایک کنید. خب امروز ما میخوایم در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت کنیم، یه موضوعی که کمتر بهش پرداخته شده. یعنی شما اگه همین صفحات یوتیوب رو بالا پایین کنید ببینید که خب در رابطه با گیتار و آموزش گیتار شاید صدها یا هزاران پست وجود داشته باشه که شما بتونید ازشون چیز یاد بگیرید. اما چیزی که کمتر بهش پرداخته شده مسائلیه که مربوط به بهداشت نوازندگی و سلامت نوازندگان هستش که ما امروز قراره که این اصل خیلی مهم رو یاد بگیریم که برای نوازندگی ما باید جلوگیری از آسیب کنیم، چون همونطور که جو ساتیانی نوازنده بسیار بزرگ گفته نوازندگی بدون آسیب نیست و نوازندگی زیادی هستن که اصلا به همین دلیل نوازندگی رو بعد از یه مدت کنار میذارن. این آسیب ها میتونن آسیب هایی باشن که به مرور زمان برای ما ایجاد میشن، چون نوازنده ها معمولا یک حرکت رو بارها و بارها تکرار میکنن و بدنشون و وضعیت بدنشون معمولا توی یک حالتی قرار میگیره که خب شاید ساعت ها اون حالت ادامه پیدا کنه و این میتونه مشکل ساز بشه. مثلا به دست های یک گیتاریست توجه کنید. دست های یک گیتاریست همیشه جلوه، همیشه به این شکله، همیشه گیتار رو گرفته و از قسمت ساعد به جایی تکیه نکرده. این ممکنه در دراز مدت توی ساعد دست مشکلاتی ایجاد کنه و حالا مشکلاتی مثل سندروم کانال کوبیتال، سندروم کانال کارپال و حالا مشکلات دیگه ای از این دست که ممکنه مدت زیادی یک نوازنده رو درگیر کنه و خب خوب شدنش هم معمولا به این راحتی ها نیست. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما قرار نیست اینجا به مباحث پزشکی بپردازیم یا چیزی رو درمان کنیم، چون اگه خدای نکرده کسی به این مشکلات و آرزه ها دچار بشه باید خب حتما پیش پزشک یا متخصص یا یک فیزیوتراپ بره. ما میخوایم پیشگیری کنیم از یه سری چیزهایی که ممکنه برای نوازنده ها اتفاق بیفته و برای بسیاری از نوازنده های چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای اتفاق افتاده. از دست ها شروع میکنیم. دست های ما مهمترین عضو بدنمون برای گیتار زدن هستن و معمولا مشکلاتی که ایجاد میشه براشون کم هم نیستن. بنابراین ما یک سری تمرین هایی برای دست قبل از شروع تمرین روزانمون و بعد از اینکه تمرینمون به اتمام رسید باید انجام بدیم. شاید این تمرین ها خیلی طولانی مدت نباشن اما میتونن بسیار برای ما مفید باشن. یکی از تمرین ها این تمرین بسیار مهمه که ما میتونیم این تمرین رو مثلا 5 بار و برای هر باری که انجامش میدیم 10 تا 20 ثانیه نگه داریم و این میتونه که ساعد ما رو قوی تر کنه و از گیر افتادن عصب روی ساعد هامون جلوگیری کنه. تمرین بعدی که برای دست انجام میدیم این تمرین هستش. این تمرین بسیار مهمه و اجازه نمیده که اعصابی که توی انگشت های ما وجود داره و از بالاتر اومده اینا درگیر بشن. یعنی اون همون کانال کارپالی که ممکنه توی انگشت های دست معمولا تو انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت میانی هستش، معمولا حالتهایی مثل بی‌حسی یا حالتهای درد رو ایجاد میکنه برای ما ایجاد بشه. تمرین بعدی که ما میتونیم انجام بدیم این تمرین هستش. این تمرین هم بسیار مفیده برای اینکه ما میتونیم دستمون رو در حالت‌هایی قرار بدیم که کاملا اعصابمون رو آزاد کنیم و این به شدت برای ما مفیده که حتما ما اینا رو قبل از تمرین یا بعد از تمرین برای یک تایم کوتاه، شاید کل این تمرین ها 5 دقیقه برای ما طول نکشه اما میتونه از بزرگترین صدماتی که ممکنه در دراز مدت در حالا طی سالها گیتار زدن برای ما ایجاد بشه جلوگیری کنه. خب حالا در مورد گردن صحبت میکنیم. گردن ما عضویه که اون هم معمولا توی گیتار زدن بسیار دخیله و معمولا گیتاریست‌ها گردنشون رو جلو میگیرن، بخاطر اینکه خب یا دارن به صفحه نوتشون نگاه میکنن یا دارن به دسته گیتار نگاه میکنن یا در حالت ایستاده قرار دارن و خب دسته ساز رو میخوان تحت کنترل خودشون داشته باشن. بنابراین معمولا گردن رو به جلو حرکت میکنه و ممکنه که یک قوسی در قسمت انتهایی گردن به وجود بیاد. برای جلوگیری از این عارضه ما میتونیم یه همچین تمرینی داشته باشیم. ما میتونیم این تمرین رو یک ست 10 تایی و برای هر بار مثلا 3 تا 5 ثانیه نگه داریم به این شکل که این قسمت گردنمون این عارضه براش اتفاق نیفته. بحث دیگه ای که هستش بحث کمر هستش. معمولا نوازنده گیتار خب ساعت‌های طولانی میشینن و ساز تمرین میکنن. گاهی اوقات استدشون بد هم هست، یعنی گاهی اوقات به جای تکیه نمیدن و پشت کمرشون خالیه و این میتونه
مهره ها رو کاملا تحریک کنه که خب آرزوهایی مثل دیسک و غیره رو بگیرن. برای این تمرین ها ما میتونیم از 2 تا تمرین بسیار خوب برای کمر استفاده کنیم. توجه داشته باشید که این تمرینات بسیار مهمی هستند که ما باید قبل از تمرین و بعد از تمرین اینها رو حتما انجام بدیم، مخصوصا اگه نوازنده هایی هستیم که در طول روز زیاد داریم تمرین میکنیم، یا نوازنده حرفه‌ای هستن که همش در حال ساز زدن، یا مدرسین موسیقی هستن که دارن درس میدن، یا هنرجویی هستش که خب برای پیشرفتش داره تمرینات بیشتری انجام میده و خیلی مهمه که این کار رو انجام بده. مرسی.